فصل ششم، به روایت فاطمه. بعد از آزمایش موفقیت آمیز تزریق و تأثیر مثبت دارو روی حاج رضا، فرصت 2 ساله ما برای آزمایش بالینی روی 200 بیمار دیگه از 1 ماه قبل شروع شد. با هماهنگی که با پروفسور لوکاس داشتیم، قبول کرد تا از تعدادی مجروح جنگی هم در این پژوهش استفاده کنیم. در 1 ماه گذشته با کمک لینا و مادرش دکتر لورن نامه‌نگاری‌های رسمی با ایران و عراق داشتیم و تونستیم 1 لیست 20 نفره از مجروحین جنگ که دچار ضایعه مغزی هستند رو تهیه کنیم. همه هزینه‌های پزشکی و اقامت اونها در پروژه پیش بینی شده بود. بعد از آماده شدن ویزا، چند روز مونده به سال نو، بیماران در 2 گروه وارد پاریس شدند. از پروفسور اجازه گرفتم که قبل از شروع آزمایشات با همه مجروحین 1 مصاحبه داشته باشم. برای 5 مجروح عراقی دنبال مترجم میگشتم که فهمیدم حاج رضا میتونه کمکمون کنه. در قسمتی از مصاحبه باید نحوه مجروحیتشون رو میگفتند. اولین عراقی که باهاش مصاحبه کردم حرفهایی زد که برام عجیب بود. فکر میکردم قبلا اونها رو شنیدم. داشتم خاطره رو مرور میکردم که یکهو بیمارستان شلوغ شد. نصیف مجروح عراقی که مقیم سوئد بود و از اونجا به پاریس اعزام شده بود، نحوه مجروحیتش رو به زبان انگلیسی گفت و نیاز به مترجم نداشت. تانک‌ها روی جاده آماده بود تا صبح با 1 پاتک شدید مواضع از دست داده رو پس بگیریم. حدود ساعت 10 شب ناگهان با حمله برق‌آسای نیروهای ایرانی روبرو شدیم. شلیک‌های پی در پی RPG یکی بعد از دیگری تانک‌ها رو شکار می‌کرد. تعدادی از خدمه تانک‌ها در حال فرار بودند. چندین تانک به اشتباه وارد منطقه باطلاقی کنار جاده شدند. شعله‌های آتش سرتاسر جاده رو پوشانده بود. دنبال جانپناهی بودم که اگر در اون جهنمی که به پا شده بود زنده موندم، صبح خودم رو اسیر کنم. اما در محاصره افتادیم و حلقه محاصره هر لحظه تنگ‌تر می‌شد. ناگهان با 1 انفجار مهیب نقش بر زمین شدم. خونی که از سرم سرازیر بود جلوی چشمامو گرفته بود. دست راستم هم ترکش خورده بود. دقایقی بعد متوجه شدم نوجوان امدادگری 2 تا تخته روی دستم گذاشت و با گارو محکم بست. سرم رو پانسمان کرد و با سرعت به سمت جلو رفت. شاید نیم ساعت بعد 2 تا بسیجی اومدن بالای سرم. دهنم پر از گل و خون بود. نمیتونستم حرف بزنم. نوک تفنگ رو سمت من گرفت. یهو 1 تانک منفجر شد و همه جا روشن شد. چشمامون به هم خیره شد. سرم داد زد اما نفهمیدم چی میگه. خیلی ترسیده بودم، اما در کمال تعجب من رو گذاشتن روی برانکارد و بردن به سمت خاکریز خودشون. بعد گذاشتن توی 1 تویوتا پر از مجروح. همه روی هم ناله کنان. صحنه بد و سختی بود. ماشین با سرعت از موانع می‌گذشت. بالا و پایین افتادن مجروح‌ها باعث شد تعدادی بیهوش شدن. چند ساعت بعد وقتی به هوش اومدم پزشکی به عربی بهم گفت اون امدادگر شاهکار کرده و الا تا اینجا دستت قطع شده بود. ولی برای سرت نیاز به عمل داری. چند واحد خون برام زدن. صبح زود هنگام انتقال به آمبولانس تعداد زیادی از نیروهای عراقی رو در محوطه بیرون اورژانس دیدم که به اسارت در اومده بودند.